شد. به نام خداوند مهربان، هموطنان عزیز و گرامی و بینندگان و برنامه امروز ما خوش آمدید. امیدوارم که صحت و سلامت و موفق سربلند باشید. مهمان امروز ما استاد محی کبیری، رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رهبری پیمان ملی تاجیکستان است. استاد سلام علیکم، خوش آمدید. روزتان بخیر. موضوع صحبت ما بابای دانه، اظهارات وزارت کارهای داخله تاجیکستان و نظر کبیری که در دیروز در اعلام داشته بودیم همین است و حالا به واسطه میریم به طرف سوال ها. استاد، دیروز وزارت کارهای داخله تاجیکستان هم اظهارات پخش کرد ولی تا امروز خاموش بودند. ولی چرا تنها دیروز روز جمعه و اون هم ساعت 7:30 بعد از کار چنین اظهارات رو پخش کردن و تا امروز خاموش بودن؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، حکومت تاجیکستان هیچ وقت خود را در پیش مردمش گزارش دهنده نمیداند و اصلا در فکر آن هم نیست که قانون ها را رعایت کند. اگر قانون ها را رعایت میکرد این دادگاه و دادگاه های دیگر را دادگاه های آشکار شفاف برگزار میکرد تا اینکه مردم متقاعد شوند و دیگر هیچ ضرورت به این دروغ بافی و این گونه بیانیه ها و شرح‌های پدر هوا هم نمیموند. اما چرا حکومت یا که وزارت کارهای داخله بعد این همه خاموشی آمد واکنش کرد؟ برای آنکه تحت فشار جامعه قرار گرفت. حکومت تاجیکستان باز تکرار میکنم نه پیروی از قانون میکند، نه خود را مسئول میداند که قانون را رعایت کند، نه خود را مسئول میداند که در نزد مردم در نزد جامعه گزارش میدهد. همون وقت واردی کار میشود که تحت فشار قرار بگیرد. این فشار میتواند فشار بین المللی باشد، فشار مردم باشد، فشار مخالفین باشد. هر وقت که مردم یا جامعه یا مخالفین یا سازمان‌های بین المللی فشار آوردن، شما میبینید که حکومت تاجیکستان بعد میاد واکنش میکند در شکل بیانیه یا عفو میکند یا چندین پرونده ها داره، مثل پرونده حمزه که بعد فشار آوردن گفتن که نه این باید در اینجا بماند بمیرد، بعد که فشار آورده شد او را رها کرد. و درباره مثلا پرونده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دادگاه‌های پنهانی برگزار کرد، اون پرونده‌ای که با اخوان المسلمین داشتن گویا و این پرونده‌های آخرام همه‌شون دادگاه‌های پنهانی است و هیچ مراتبه حکومت نآمد یک مراتبه بیانیه بده که با چه خاطر و چرا اینها را به دادگاه کشیدن. اما برای آن بابای دانه را پروندهش را آمدند و کنش نشان دادند که تحت فشار مردم قرار گرفتند و مجبور شدند که این دلیل‌های به اساس و بافته خود را به مردم معرفی کنند. بسیار خوب استاد. بابای دانه را به تشکیل فعالیت تشکیلات تروریستی متهم کردند. یکی از دلایل‌ها درج شده در این اظهارات این است که دریافت مبلغ‌های پولی از طرف خدمات مخصوصی دولت‌های معین جدا شده، یعنی از مسیر انتقال مبلغ‌ها از کشور است. یعنی در اینجا اول پیشتر میگفتند که کشوری به همه معلوم، حالا شدن دولت‌های معین. نظر شما به همین اتهام چی است که اون گویا که از کشورهای خدمات مخصوصی دولت‌های معین مبلغ دریافت می‌کرده است و اونم از طریق کشور سوم از مسیر انتقال مبلغ‌ها از کشور سوم دریافت می‌کرده است؟ اصلا خود همین اتهام اولشون که بابای دانه را برای تشکیل یک گروه اکستریمیستی و تروریستی متهم کردن خنده‌آور است. یک پیرمرد بالای 80 چگونه با اون همه دیگه دیدن میدونن با اون امکانات که خودشان باز وقتی آخر شنیدم که کرونا ویروس بوده است و اصلا دیگر حرکت کردن نمیتوانست و هر کسی میخواست یک کمک خیره برای یک کسی کند می آوردن به خانه این هر چیزی که میدادند نیازمندان از آن جمله خانواده‌های زندانی سیاسی می آمدن از منزل این یگان چیزی می بردن و اصلا خود دیگه قدرت حرکت کردن نداشت روزهای آخر و او تبدیل شده بود به یک رمز امانت نگهداری
برای هم بابای دانش میگفتن که بابای همه نبیرگان و بابای همه زندانی ها و خانواده زندانی بود، چون خداوند آزادش کند خودش فرزند نداشت. و خود همین اتهام که تشکیل یک گروه اکستریمیستی تروریستی خودش واقعا هم خنده‌آور است. برای حکومت تاجیکستان هر کسی که 2 نفر 3 نفر با هم همکاری کنن و حکومت رو تنقید کنن، البته این یک گروه متشکل جنایتکار حساب می شود، چی مرد باشد، چی زن، چی طفل باشد. اما درباره آنکه کمک از کشورهای دوم و سوم و خدمات مخصوصی چندین کشورها بابای دانه مبلغ دریافت کرده باشد، این واقعا این یک مضحکه هست. کدام کشور دوم و سوم و خدمات‌های مخصوص بوده است که و بابای دانه 80 ساله مبلغ میداده است، کمک میکرده است و باز او نه تنها یک قسمش رو با زندانیای سیاسی میداده. اصلا زندانیای سیاسی کدام یک خدمات مخصوصی کشورهای بیگانه در فکر زندانیای سیاسی تاجیک هستند که باز امروز کی بودن و کی میشن؟ برای آنها چی لازم است که زندانیهای سیاسی را کمک کنند؟ و فکر میکنم که اینجا مسئله خیلی روشن است. حکومت تاجیکستان از همه گونه ارتباط و از همه گونه تماس بین داخل و خارج میترسد. بین خانواده ها میترسد که مثلا فرزند در اروپا هست برای مثال و خش و تبارش، پدرش در زندان یا در داخل تاجیکستان برادرانش، مادرش است، میترسد که بین اینها ارتباط باشند، اینها با یکدیگر کمک کنند، شاید معلومات‌های را به هم دیگر میفرستند. تنها اینجا دیگر انتقال کمک نیست، اینجا میتواند از نگاه آنها معلومات‌های هم رد و بدل شود و اونا از این چیز میترسند. وقتی که یک گروه متشکل جنایتکار را میگویند، منظورشون همین است که مثلا بین خش و تبار مخالفین، بین مردم در داخل و خارج یگان ارتباط نباشد. شما تصور کنید که بابای دانه چگونه کمک دریافت میکرد. برای مثال ما حالا که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ما هم یک گروه تحقیقاتی را که راه اندازی کردیم، معلوماتی که تا امروز به دست ما آمد بیشتر اعضایان سابق حزب از ناحیه رودکی که هم بابای دانه را میشناختند و هم بابای دانه اون زندانی هایی که از ناحیه رودکی بودند، حالا مثلا چی خودشون زندانی سیاسی هستند، خانوادهشون مونده است، دایره فعالیت بابای دانه تنها یک میانه رو بودند بین اعضایان سابق حزب خش و تبار از ناحیه رودکی هست که اینها یگان کمک رو میفرستن از اینجا. اگر از اینجا فرستاده باشن، ما تحقیقاتی که ما کردیم همگی شاید 20-30% اون فعالیت‌های بابای دانه که یک فعالیت‌های خیریه انسانی بود با کمک‌های مردم روسیه یا مردم اروپا هست. 70-80% کمک‌هایی که بابای دانه به خانواده زندانی‌ها و یتیمان میرسون، این از همه همسایه‌ها است، از داخل تاجیکستان است، از بازارنشین‌ها است، از همه مردمی که میخوان کار خیر انجام بدن. و اگر حالا بالفرض اگر یک نفر از ناحیه رودکی با یک دوستش، با خانواده یک دوستش در شهر دوشنبه یا در ناحیه رودکی، حالا چی از طریق بابای دانه باشد، چی از طریق هر کسی دیگر باشد، مبلغ فرستاده باشد، کمک بفرستد، آیا این جنایت است؟ آیا این تشکیل یک سازمان اکستریمیستی و تروریستی است؟ آیا این همکاری مالیوی با اکستریمیست‌ها و تروریست‌ها است؟ من فکر میکنم که باید نه تنها جامعه تاجیکستان، باید حقوق شناسان، سیاستمداران و تمام مردم به این سوال‌ها جواب بگویند که خانواده‌های مخالفین تاجیک چیکار کنند. برای مثال همون خانواده‌هایی که بابای دانه یا مثل بابای دانه چندین نفرهای دیگر کمک میکردن، اتفاقا بعد از آن که بابای دانه رو گرفتن، محکم کردن و دیگر بچه‌ها رو، حالا برای خش و تبار در خارج دشوار شده است به خانواده‌های خودشون کمک کنند. بانک‌ها از طریق بانک امکان نباشد، اون خانواده جای کار نداشته باشند، از دولت نفقه پولی یا اینکه کمک پولی برای یتیمان نگیرند. اگر کمکی که از بیرون خش تبار میکنن این نباشد، اون مردم با چه زندگی کنند؟ باید جامعه به این سوال‌ها جواب بگیرد. این فقط یک مسئله به نظرش نیست، بلکه مسئله وسیع‌تر است. استاد به نظر شما چرا حکومت وقتی که مثلا بازداشت میکند با اتهام‌های دروغ
اونها رو بازداشت میکند و باز میآید مصادره اموال میکند. مثلا در مثال اکیزی مصادره همه اموال میگیرد و باز مانع میشود که به اون کمک شود. آیا این از یک انتقام جویی یا اینو چطور میشود تفسیر کرد؟ حالا ببینید این سوال بسیار سوال مهم است. حالا میتونیم مثال زای سعید، مثال دیگران، مثال خودمون رو بزنیم. مثلا همین مثال زنده که خودمون شاهد هستیم. تصور کنید که وقتی که ملک را مصادره کردن، مردها را یا زندانی کردن یا اینکه مهاجر کردن. در تاجیکستان مانده است زنها و کودکها و پیرمرد و پیرزنها. اگر حالا از مثال خودم بگم، وقتی که یادتان باشد کلی ما همسر روح الله وقتی که در داخل تاجیکستان بود، مادر حمزه، اونا را هر ماه دعوت میکردند، فشار می آوردند که گپ زنید، اعتراف کنید که آیا با شما پول میفرستند یا نه. اونا میگفتند که نه، اینها پول نمیفرستند، اصلا با ما هیچ ارتباط ندارند. اگر پول حالا کمک هم باشد، چون واقعا هم ما مستقیما با اونها ارتباط نداشتیم، مبلغ را اگر کمک کردن میخواستیم به روسیه با خش و تبار دورشان میفرستادیم و بعد آنها از نام خودشان، نه اینکه از نام ما، از نام خودشان بعد میفرستادن به مثلا خانواده آنها که آنها از گرسنگی نبرن. حکومت به آنها پول ندهد، مالکیت را مصادره کند، مردها همه در زندان یا در هجرت. بعد میاد باز فشار میارد که شما با ما بگید که به شما پول میفرستند یا نه. این چی میگه؟ نه، پول نمیفرستند. بعد دوباره آنها را فشار میارند بیا در تلویزیون بگید که شما چه خیلی مرد هستید که ما در اینجا زن و بچه ها به پول گرسنه و تشنه با ما پول نمیفرستید. یعنی در هر صورت همسری سیف الله زاده یا همسری سیف الله زاده مثل دیگران میارن اونها را مجبور میکنن در نزد دوربین شما بگید که شما چه خیلی جوانمرد هستید، برادران شما در زندان، خش و تبارتون در داخل کشور، شما با ما پول نمیفرستید، کمک نمیکنید. میخوان ناموس این بچهای در بیرون بوده را بیارن، غیرتشون را بجوشونن. بعد اینا هم که حالا بگیرن به هر شکلی که پول روان کردن، این را تبدیل میدین به پرونده جنایی. میگن شما از تروریستا مبلغ دریافت کردید یا از خدمات جاسوسی امریکا و ایران و ساراس و حالا معلوم نیست، همه را با هم قاطی میکنن. از داعش شروع کرده، از ابوبکر بغدادی تا کشورهای اروپایی را متهم میکنن که به اپوزیسیون ایتونجی کمک میکند. و این من فکر میکنم که وقتی اون رسیده است جامعه یک مراتبه این را پورا تحلیل کند و به این سوال جواب بگیرد که آیا از خارج کمک کردن به خش و تبار به نزدیکان، چی در زندان است چی در زندان نیست، جنایت است یا نه؟ اگر که من میخواهم کمک کنم با کدام راه قانونی حکومت اجازت میدهد که به خش و تبار خودم کمک کنم؟ استاد همین اشاره کردید برای کشورها در اظهاراتها در صحبت‌های حکومت بیشتر به کشورهای به کشوری به همه معلوم اشاره میشد. ولی حالا چرا در این اظهارات یعنی دولت‌های معین، یعنی یک تونه چند دولت رو، به نظر شما این تحول چرا صورت گرفته است؟ شاید به خاطر آن است که شما اگر پرونده بابای دانا را پرسیده باشم پیرمرد رو که مثلا مبلغ کی به تو میفرستاد، از کجا، شاید گفته باشد که مثلا فلانی از روسیه فرستاد، یک نفر دیگر مثلا از اروپا فرستاد، یک نفر ممکن از جای دیگر از ترکیه یا از اون کشور دیگر فرستاد. وقتی که در پرونده میبینن که نه، از یک کشور نیست، از چندین کشور آمده است، بعد در تصور اونها که همیشه در یک توهم قرار دارن و فکر میکنن که تمام دنیا جمع شده است فقط در فکر آن است که همین امامت رحمان رو چخیل از سر قدرت دور کنن، حالا که در بسیاری از پایتخت‌های این اروپا و جهان اصلا نمیدونن که رحمانوف کی است و تاجیکستان در کجای خریطه قرار دارن. من این رو با از روی تجربه خودم میگم. یک بار دیگر هم گفتم تا وقتی که شراف‌الدین را وقتی که دزدیدن از مسکو، ما ملاقات داشتیم در وزارت خارجه هلند. یکی از مسئولین بلندپایه وزارت خارجه هلند گفت که اگر همین حادثه نمیشد، چون شراف‌الدین پناهندگی هلند را داشت، اصلا گفت من یک دیپلمات هلند نمیدونستم تاجیکستان در کجای دنیا قرار دارد. بعد که این حادثه شد فهمیدم که همین گونه کشوری هست. البته این یک مقدار علم‌آور است ولی واقعیت است. اما اونها چون تفکرشون همین ساخته شده است، فکر میکنن که تمام دنیا حاضر
اپوزیسیون تاجیک رو کمک کرده ایستاده است که در داخل تاجیکستان یگان کار کنند و وقتی که این مارشروتی یا مسیر مبلغ‌های کمک فرستاده شده رو وقتی پیگیری میکنن، در اینجا از چندین کشور که وارد شده است دیگر میگن که خب خدمات مخصوصی کشورهای معلوم یا کشورهای زیاد، کشور سیوم، الان دیگر این عباره را استفاده میکنن. در همین یکی از دلیل ها در همین اظهارات آمده است که اون یعنی بابای دانا در پنهان‌کنی غایه های افراطی خریداری، نشر و گسترش ادبیات اکستریمیستی دست داشته است. یعنی این به معنی است که بابای دانا بر اساس همین اظهارات اگر نگاه کنیم میگه که کارهای حزبی اش را ادامه داده است و اشاره هم کرده است که مثلا نهضت 2015 تروریستی اعلان شد، ممنوع شد و این مرد تا کنون فعالیتش ادامه میداده است. آیا در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اعضای حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان آیا فعالیت دارند در داخل؟ خب شما خودتون خوب بدونید، من در صحبت 2 روز 3 روز قبل خودم هم گفتم که ماه اکتبر 2015 یک فرمان رئیس حزب صادر شد که فعالیت حزب در داخل تاجیکستان و کشورهای سابق شوروی قطع کرده شد و اینم به خاطر آنکه شرایط تغییر کرد و ما نمیخواهیم جان و آزادی اعضا و طرفداران حزب را در خطر بگذاریم. اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بخواهد و به این خلاصه بیاد که باز فعالیت خود را از نو در تاجیکستان یا کشورهای دیگر شوروی برقرار کند، الان چی ضرورت به نفرهای مثل بابای دانه هست، یک پیرمرد بالای 80 قریب 90 ساله هست، یا اصلا چی ضرورت با اوناست؟ الان اینترنت هست. من همچون رئیس حزب از طریق اینترنت هر روز میتوانم سخنرانی کنم، به کسی لازم باشه دستور بدهم و اونا میشنوند از طریق یوتیوب، فیسبوک، دیگر شبکه‌ها و اجرا خواهند کرد اونایی که اجرا کردن میخواهد و هیچ ضرورت به فعالیت حزبی در داخل تاجیکستان الان نیست. اگر اون روز فرا رسید شما مطمئن باشید که باز از نو ما خودمان اعلان خواهیم کرد که فعالیت خود را از نو در داخل تاجیکستان برقرار کرده ایم یا کردنی هستیم. بنابر همین این اتهامات همش دروغ است و بابای دانه خب چیکار کرده است؟ فعالیت حزبی یا غایه های خودش را پنهان کرده است. اگر بابای دانه رفته باشد به کسی بگوید که کار خیر کردن، کمک زندانی ها، یتیم ها، این غایه ها هست، این هدف انسانی هست، اسلامی هست، مسلمانی هست، اگر حکومت این رو همچون پهن کردن غایه های اکستریمیستی حساب کرده باشد، دیگر این مشکلی حکومت است، چون این انسانیت است و حکومت تاجیکستان نمیتواند انسانیت رو ممنوع اعلان کند. بابای دانه فعالیتش فعالیت صرف انسانی بود، نه حزبی نه سیاسی. بسیار خوب. یکی در همین اظهارات یکی از دلایل دیگر این است که گویا جوانان را به گروه‌های افراطی دعوت می‌کرده است و از توسط ناحیه 5 و جماعت انصارالله که در شمال افغانستان قرار دارد به آنها کمک مالیوی می‌کرده است. تا چه حد نظر شما چیست؟ تا چه حد این اتهام یعنی درست است یا مثلا چی نظر دارید؟ اینا به نظر میخوان از بابای دانه یک مونستر بسازن، یک انسانی ابرمرد، ابر انسانی که از این طرف یک پیرمرد 87 ساله از خدمات مخصوصی کشورهای معلوم مبلغ دریافت میکرده است و اون طرف در شمال افغانستان گروه های نظامی را تأمین میکرده است، تا پول زندانیان سیاسی را تأمین میکرده است و در اون بیانیه من خوندم که با یک مقدار پول دیگر رو برای استفاده شخصی خودش هم استفاده میکرده است. شما احوال و رنگ و شکل و شمایل این پیرمرد رو دیدید، این هیچ مانندیه با اون کروپشنیرهای حکومت که یک مقدار مبلغ کشور رو برای استفاده شخصی خود استفاده میکنن، طبق اون اصطلاحات خودشان هیچ مانندی ندارد. با اون شکم های بزرگ و با اون افت و اندامی که دارن، یک پاره‌خور معلوم است که در کجا میشیند. یک آدمی که استفاده در همین موضوع، یعنی که اون گویا که بعضی مبلغ ها رو یعنی خود چرا اینا یک دلیل ها آوردن؟ دلیل ها مثلا شما گفتین که اون یک رمز اعتماد، یک رمزی مثلا جانفدا، یعنی یک قربانی کردن این بود.
ولی در اینجا آوردن که اون بعضی قسمت از همین مبلغ رو به منافع شخصی خود استفاده میکنه. هدف از این چیه؟ راستو جزئیات این قضیه رو که نمیدونه، معلومات نداره، اصلا نمیدونیم که این جمله برای چی در عیبنامه بابای دانا پیدا شده است و در بیانیه وزارت کارهای داخلی هم، که آیا آنها در فکری حفظ و امانت نگهداری مبلغ‌های زندانیای سیاسی بودند یا اگر به این باور هستند که این مبلغ‌ها را نهضت اسلامی تاجیکستان از کشورهای خدمات جاسوسی کشورهای سوم و چهارم جمع‌آوری کرده است با بابای دانا فرستاده است. اونها در غم آن بودند که بابای دانا باید این مبلغ‌ها را نریزانده و نچکانده باز خوب به انصارالله بفرستد یا به یگان طرف دیگر. من اصلا منطقی حکومتداران رو نفهمیدم که چرا این اتهام را به بالای بابای دانا بستند که اونها غمی پولهای نهضت را خوردن یا کسی دیگر، اصلا معلوم نیست. من نظرم این است که اونها تلاش کردن هر چیزی که در زبانشون بیاید و هر چیزی که کاغذ میبردارد برای بابای دانا را در چشم مردم سیاه کردن و از او یک شخصیت بسیار هم خطرناک تراشیدن اونها استفاده کردن و آوردن. شما همین مثالی که آوردید برای کمک به انصارالله در شمال افغانستان، کدام انسان منطقی را باور میکند که یک نفر از تاجیکستان قشاق که تمام دنیا مبلغ رو به تاجیکستان میفرستد، از تاجیکستان قشاق یک پیرمرد پول دریافت کند؟ اگر برای مثال خدمات جاسوسی کشورهای سوم و چهارم میخواستند به انصارالله کمک کنند، مگر از طریق بابای دانه 87 ساله این کار رو میکردن؟ چرا از طریق خود افغانستان نکنن که در افغانستان اصلا حاکمیت نیست؟ حالا از یک طرف میگن که انصارالله و داعش و القاعده و اینها از طرف مثلا کشورهای دیگری منطقه و جهان مبلغ گذاری میشود. یعنی اون سازمان‌هایی که در اون شمال افغانستان هستند اونقدر حالا دیگر به این حد رسیدن که نیاز به پول بابای دانا پیدا کردن و بعد از طریق بابای دانا از طریق 5 پایان و اصلا بابای دانا چی کاره هست که این کارها رو انجام داده است. یعنی من نظرم این است، خلاصم این شد که حکومت تاجیکستان اصلا خودش نمیداند که دیگر چی بگوید و هر چیزی که اون در پرونده ها برای مثلا یک قماندان یا یک رهبری تشکیلات سیاسی هم همین عیبنامه رو اعلان میکنن، برای یک پیرمرد هم برای یک پیرزن هم هر کسی رو که برن زندانی کنن همین 3-4 تا ماده به گفت خودشون دیجور دارن نوبتی که اون رو اعلان میکنن و انسان‌های بیگناه رو پس پنجره زندان میبرن. در همین بیانیه اتهامات جدی نسبت حزب نهضت زده شده است، یعنی که گویا جماعت انصارالله قنات جنگی نهضت است. آیا حزب نهضت یگان قنات جنگی دارد، قنات سیاسی و جنگی و این دارد؟ و شما همونجا این سوال رو طرز میپرسید که گویا خودتون نمیدانسته باشید که نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ گونه قنات نظامی ندارد. وقتی که نهضت اسلامی تاجیکستان قنات نظامی داشت از کسی پنهان نمیکرد و از خود رحمان هم پنهان نمیکرد و رحمانوف ضربه قنات نظامی نهضت رو خوب در یاد دارد و میداند و اون شکست ها را و اون حالت ها را. و اگر نهضت اسلامی تاجیکستان قنات نظامی می داشت رحمانوف این جسارت رو نمیکرد. اما ما باور کرده با اون پایبندی با اون صلح با سازشنامه و با پروتکل ها اون قنات نظامی خودمون رو خل اصلاح کردیم، در اختیار حکومت و دولت سپردیم. بعدا شما میدونید که حکومت رحمانوف با این برادران و با این کسانی که واقعا باور کردن چی کارهایی را کرد و الان دیگه هیچ ضرورت برای داشتن قنات نظامی نیست. برعکس این خودش یک دردی سر می شود. حالا با قنات نظامی در تاجیکستان یا در اون منطقه چیکار کرده می شود؟ حالا مثلا شما هر نفری هم که اگر ضرور هم بداند این کار را کردن بیاید چند نفری مسلح هم داشته باشد. حالا کافی است در این شرایط امروزه که با یک هواپیمای بی سرنشین می شود دلخواه آدم را در هر گوشه دنیا خل سلاح کرد یا نابود کرد و اینو به درد نمیخورن. الان تمام قنات نظامی نداریم، قنات سیاسی، حقوق بشری، دیپلماتی، رسانه‌ای، نهضت، پیمان ملی، تمام گروه‌های مبارزین در پیش چشم مردم روشن است.
مبارزه ما امروز مبارزه سخن است، زبان است، قلم هست و این نتیجه داده شده است. مبارزه انسانیت است. بابای دانه یگان تیر و تفنگ نداشت. خطر بابای دانه برای حکومت تاجیکستان بالاتر از خطر اون کسانی هستند که در دستشون سلاح در کوه پشته میدوند. زدن آنها الان در همین شب و روز حتی 500,000 نفر هم باشن اصلا هیچ خطری ندارن، چون بالاخره دیگر در این شرایط امروزه چین هست، دیگر کشورها هست، دلخواه گروه مسلح رو میشود خلع سلاح کرد. اما بابای دانه و مثل بابای دانه رو که با سلاح انسانیت مبارزه میبرند، اینا را حکومت خلع سلاح کرده نمیتواند، چون مبارزه اینها در قلب مردم هست و این خطر دارد برای حکومت. بنابراین من با تمام مسئولیت میگم که نهضت اسلامی تاجیکستان و اصلا اپوزیسیون تاجیک هیچ گونه قناعت نظامی ندارد. پس چرا حکومت در سالهای از 2015 به این سون بیشتر بود ولی حالا این روزها بیشتر شده است؟ هر حادثه را کوشش میکند که نهضت یا مخالفین را به کدام گروه های افراطی و اینها ربط کرد؟ سبب در چیه؟ چرا حکومت این روزها بیشتر کوشش میکند که شما را به این چیزها ربط کرد؟ خب این طبیعی است دیگر. الان تروریسم در دنیا یکی از پرابلم های اساسی است. ما تنها در خاور میانه در منطقه خودمون این مشکل را داریم، در اروپا هم در اینجا این مشکل را داریم و عقل بشریت امروز به همین سمت روانه شده است و اگر حکومت تاجیکستان این کار را نمیکرد، یعنی این دشمن تراشی و واهمه را نمیکرد، شاید یکی از احمق‌ترین حکومت ها می بود. اما اونا چون میبینن که با این وسیله میشود هم چین را به خود نزدیک کرد، چون چین هم در منطقه مشکلی با اکستریمیسم و جدایی طلبی دارد، سپاراتیسم دارد که بعضی نشانهاش در خاک افغانستان هم هست. روسیه هم این مشکل را دارد، کشورهای آسیای مرکزی، امریکا، اروپا، همه از این مشکلی تروریسم در دنیا رنج میبرند و حکومت تاجیکستان منفعت دار است که تمام حادثه‌های در کشور رخ داده را مربوط به تروریسم می‌داند و حالا آیا در اونجا واقعا نشانه از تروریسم هست یا نیست، برای اینها دیگر فرق نمی‌کند. شما دیدید که در همون حادثه دنقره هنوز ساعت نگذشته، تحقیق نکرده، اینا بیانیه‌شون آماده بود و اعلام کردن که این توریست ها را حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به قتل رساند که اصلا دیگر خودشون نتوانستن این را اثبات کنن و جامعه جهان هم باور نکرد. اما عجیبش این است که تا امروز از همین دعوای خود دست نکشیدن. درست است که دیگر تکرار نمیکنند و دیگر تا این حد بشرمی هم نمیکنند که در همه جان را سری زبان بیارن، اما نامدن نه از جامعه جهانی نه از جامعه داخلی تاجیکستان عذرخواهی نکردن که یک دروغ بود و همین گروه تمام این حادثه ها را میخوان که به گروه های مسلح ربط بدهند و تا اینکه این قانونشکنی های خود، دزدی های خود، پامال کردن حقوق شهروندان در داخل کشور را به یک شکل هم دوم درجه کنند. حالا بگن که مسئله اولیه نیست برای ما، مسئله های روزمره نیست، بلکه مبارزه با تروریسم مهمتر است و هم از کشورهای دنیا برای این مبارزه با تروریسم بیا مبلغ بگیرن، کمک بگیرن. ولی وقتی آخر جامعه جهانی درک کرده شده است که حکومت تاجیکستان خیلی خیلی سوء استفاده کرد از این واژه تروریسم، مبارزه با تروریسم و تمام زندان ها را پر از گویا تروریست کرد. از این اگر منطقی حکومت تاجیکستان بگیریم، بیاد کشور ما همین 9 میلیون آدم به دو گروه تقسیم شدن، یک گروه تروریستا، یک گروه دیگر مبارزین علیه تروریسم. یا در تاجیکستان آدمی به اصطلاح نرمالی باقی نمونده است که از قضیه تروریسم بیرون باشد. حالا که شاید شماره تروریستان واقعی در مجموع از حالا چند هزار بیشتر نباشد در 9 میلیون، ولی این نیست که ملت تاجیک همش تروریست باشد، هر کسی که حکومت رو تنقید کرد تروریست باشد، هر کسی که ناراضی بود تروریست باشد، هر کسی که برای آزادی دینی، آزادی سیاسی، اقتصادی خود مبارزه بود تروریست باشد. نه، این مطمئن یقینا که این سوء استفاده حکومت از وضعیت است. بسیار خوب. شما همچون رئیس حزب نهضت و همچون رهبر پیمانندگی تاجیکستان آیا یعنی انتظار داشتید که چنین اتهام بر علیه یعنی پیش از این
همین اظهارات آیا انتظار داشتید که چنین اتهامات را علیه بابای دانه حکومت تاجیکستان خواهد کرد؟ نه، ما شخصا من البته از حکومت همه چیز رو انتظار شدن ممکن هست. یعنی در آینده هم من فکر میکنم این حکومت حالا خیلی از این بی‌عقلی زیادی رو خواهد کرد. اما در قضیه خود بابای دانه ما این انتظار رو نداشتیم. چرا؟ وقتی که ماه سپتامبر ایشان رو حبس کردن، این خبر رو به ما رسید، بلافاصله خود همین مقامداران و چند از خش و تبارهای دوری بابای دانه پیام دادن که شما کار کنید که اپوزیسیا قضیه بابای دانه رو سیاسی نکند. اگر سیاسی کرد و اپوزیسیا در این باره گپ زد، دیگر بابای دانه رو آزاد کرده نمیشد. حالا جناب عالی بسیار آدم رحمدل هست و فلان و بهمدان، از این افسانه‌های زیادی رو در گوش خش و تبار بابای دانه خواندن که این پیرمرد کلانسال را رحمان و حتما عفو میکنند، یگون گناهی نداشته است و فقط خواهش همین که قضیه سیاسی نشود، این را اجازه ندید که اپوزیسیا سوء استفاده کند از این قضیه. اگر اونها این کارا کردن، دیگر شما بدانید که بابای دانه آزاد نمیشه. اونها خیلی از ما خواهش کردن، فشار آوردن که شما خدای نکرده اگر این کارا کرده درباره بابای دانه گپ زد، ما از شما میرنجیم و این رو عیب شما میدونیم که سبب زندانی شدن بابای دانه شده. وقتی که دوستان از ناحیه رودکی به من پیام فرستادن که چیکار کنیم، بابای دانه رو حبس کردن و ما نمیتونیم خاموش بشینیم، ولی خش و تبارش همین گونه پیام فرستادن، من گفتم خودتون تشخیص بدید و صحبت کنید. اگر ما حکومت واقعا به این وعدهش وفا کند و دروغ نگد، خب آزاد کرد، خیلی خوب، ولی اگر که آزاد نکند، ما هر وقت میتوانیم کمک مطبوعاتی و حقوق بشری خود را به بابای دانه برسانیم. اما دیگر این فرق نمیکند که شما اون رو الان فشار میارد یا بعدتر. نظر خودم باز این برادران ناحیه رودکی هم گفتم که از روی تجربه‌ای که من دارم و در این طول 5 سال دیدم، به تمام خانواده زندانی سیاسی همین وعده دروغی رو دادم و زای سعیدو به خانواده زای سعیدو در همون تاجیکستان هم همین وعده را دادن. فرزندان زای سعیدو خیش و تبارش می آمدن به پیش ما، التماس نهضت اسلامی تاجیکستان درباره زای سعیدو هیچ چیز نگوید، شما حتی پنهان کنید که با زای سعیدو دوست بودید. التماس اگر شما این کار را کردید و درباره زای سعیدو گفتید، ما از شما خفه میشیم، ناراحت میشیم، چون که این چیز میتواند باعث سخت شدن پرونده زای سعیدو شود. خب ما خاموش ایستادیم، جامعه هم خاموش ایستاد. چی شد نتیجه؟ زید همون حکم حد اکثری رو گرفت. بعد و حتی فرزندان سید عمر حسینی معاون اولی مرا هم آمدن همین را گفتن که اصلا باور کردنی نبود، ولی در داخل تاجیکستان خش و تبار با کمترین وعده امید میبندن و حکومت هم اون دروغیان در حکومت بودن این نقطه ضعف بشری را میدونن که انسان وقتی که خش و تبارش در یک مشکلی افتید و کمترین امکانیت هم امید میبندن، مثل همون آدمی غرق شده که یک خسی را هم در آب دید میخواد همون را به دست بگیرد و نجات یابد و این طبیعت بشری است. و تمام این مبارزان بعضا گروگانی انا همین فشاری خش و تبار و یا نزدیکان در زندانی سیاسی میشن. در قضیه بابای دانه دقیقاً همین حالت رخ داد. اگرچه من خودم گفتم که تجربه نشان میدهد که این برعکس است، بیاید از حالا فشار کنیم. گفتن نه، این خواهش سختی خش و تبار است، ما هم با همین راضی هستیم و اگر که ما کمک کردنی باشیم دیرتر کمک کنیم. این حادثات خیلی گفته تجربه زیاد شد و ثابت شد که حکومت این گپا رو برای آرام کردن فکرها میگه. پیام شما با مثلا این حادثه فردا و بعدها امکان دارد رخ بدهد؟ نظر شما چیست؟ باید چیکار کنن خویشاوندان نزدیکان در این حالت؟ من همین پیامی که الان میدیم دقیقاً همین پیام رو با کلینم و خش تبار خودم دادم. وقتی که کلین من مادر حمزه گریه میکرد، میگفت که التماس درباره حمزه گپ نزنید که اینها ما رو اذیت میکنن، اگر حمزه میمیرد بگذار دو یک حالت آرام بمیرد، چون اینا هر روز آماده ایستادن به جایی که توابت کنن پلیس میاد بالای سر این طفل بیمار ما رو عصبانی میکنن، فقط میپرسن که چرا خسوری تو گپ زد، چرا شوهرت گپ زد، چرا اونو گپ زد. خش و تبار از داخل فشار میارن. ولی من با اونها گفتم ببین فرزندی ما هستی، حمزه هم فرزندی ما است،
من طبیعت این حکومت رو نقض میکنم. یگانه راه نجات شما اگر میخواهید که حمزه زنده بماند، این مبارزه مشترک ما و شما هست. ما از اینجا از بیرون گپ میزنیم، مسئله رو میبردونیم، شما از داخل با ما کمک کنید، شما از داخل با ما معلومات بفرستید و خاموش نیستید. این حرف رو من با خش و تبار زید سعید رو گفته بودم، این حرف رو با خش و تبار معاونین خودم گفتم، با خش و تبار با همه گفته ایستادم و امروز هم با تمام ملت تاجیک پیام من این است: حکومت رحمانوف غیر از فشار، غیر از قدرت هیچ چیز دیگر رو اعتراف نمیکنه. نه قانون، نه قرارهای، نه سازشنامه، نه عهد جوانمردی، نه قرارهای سازمان ملل، هیچ چیز رو. فقط و فقط قدرت. قدرت میتواند قدرت نظامی باشد، چخیلی که اپوزیسیا در سالهای 90 داشت. قدرت میتواند قدرت مطبوعاتی باشد، قدرت حقوق بشری باشد، چخیلی که امروز اپوزیسیا دارد و مجبور کرده ایستاده است. قدرت مردم است، ملی هست. وقتی که مردم قدرتش رو نشان داد، در پس یک پرونده قضیه ایستاد، رحمانوف علاج ندارد مگر اینکه واکنش کند. مگر از بابای دانه ترسید که واکنش نشان داد؟ نه، از ما و شما ترسید، از ملت ترسید، مجبور شد که وزارت کارهای داخله واکنش نشان بدهد، مجبور شد اون برادر تکسیس رو اذیت نکند، مجبور شد دیگران رو رها کند. دلیر شریف رو اینا تمام کسانی که با این پرونده دلیر شریف بودن از 3 سال تا 5 سال زندانی کردن. برای چی دلیر رو 1 سال زندانی کردن؟ برای که جامعه در پهلوی دلیر شریف ایستاد، مجبور شد که مدت را کوتاه کند و خوبم کردن مردم. هم خودی دلیر، خانواده دلیر شریفوف، خش و تبارش، همکارانش اینجا شجاعت نشان دادن، جامعه هم، مردم هم، مبارزین هم پشتیبانی کردن. من پیامم این است که وقتی آن رسیده است که این حقیقت رو مردم درک کنن، دیگر فریب رحمانوف و اون دروغگویانش رو نخورن که حالا عفو می شود، حالا عفو بعدی می شود، حالا مثلا شما خاموش باشید اینا رو رها میکنیم. نه، باز تکرار میکنم، رحمانوف بغیر از قدرت، بغیر از فشار یگان زبان دیگر رو نمیفهمد. این نکته رو باید ملت تاجیک بداند. حالا شما گفتید که معلومات بدهند. حالا در همین مسئله بابای دانه چند معلومات ها را دیدیم که به طور مثال گفته بودن که 7 سال زندان است و 5 سال مردم گفتن، ولی ثابت شد که 7 سال. و بعد سال 1934 گفتن 1940. چرا چنین معلومات ها وقتی مخالفین معلومات میدن دقیق نیستن و چنین چیزها پیدا میشه؟ این دو مسئله را از هم باید جدا کنیم. یکی اینکه بابای دانه واقعا 87 ساله است، ولی در سندهایش شاید که یک کمی خردتر است. برای تاجیکستان و خصوص برای نسل کلان این یک امر طبیعی هست و بسیاری از آدمان، حتی قبلگاهی منم، مادرم هم خدا رحمتشون کنه، در سندهاشون یک رقم نوشته شده بود، اما عمر واقعی اونها دیگر بود. و بابای دانه دقیقا همین، چون این خودش، من از دوستانم پرسیدم که بابای دانه را خوب میشناختند چند سال، گفتن که نه واقعا همین سال 2020 86 ساله بود، حالا 21 87 ساله شد، ولی حالا در سندهاش هر چی باشد این. اما در مسئله آن که 5 سال بود یا 7 سال حکم، اصلا ما یک مشکلی داریم، کمبودی معلومات. وقتی که حکومت پرونده را شفاف بررسی نمیکند، وقتی که اجازت نمیدید که یگان نفر با بابای دانه ملاقات کند، وقتی که بابای دانه اجازت ندارد که وکیل بگیرد و هیچ کس جرأت نمیکند وکیل دفاعی مثلا بابای دانه یا زندانیان سیاسی ما باشد، بعد که بزرگمهر رو زندانی کردن، نوردین محکموف رو زندانی کردن، جمشید یاروف رو زندانی کردن، دیگر کی جرأت میکند یک وکیل بیاد، وکیل یک زندانی سیاسی شود؟ اونها برای همون به خاطر رسمیات یک نفری رو از خودشان وکیل تعیین میکنن و معلوم نیست که اصلا وظیفه اون وکیل چی هست. اون با خبرنگارا معلومات نمیدید، با خش تبار معلومات رو نمیدید. دیگر هیچ کس هم نمیدونه که بابای دانه، فقط میشنون که بابای دانه محکوم شد، 5 سال بود، 7 سال بود، 10 سال بود. این رو اگر تو همین بیانیه وزارت کارهای داخله نمی بود، هیچ کس هم نمیدونست که بابای دانه چند سال محکوم شده است. ببینید این خودش الکی یک دلیل قوی هست. دلیل قوی هست که هیچ گونه سازمان اکستریمیستی و تروریستی و هیچ گونه ارتباط قوی
بغیر از ارتباط‌های انسانی در اونجا وجود ندارد. اگر یک سازمانی میشد، حالا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل کشور فعالیت میکرد، نفر میداشت، حتما چند نفر رو قویتر و آگاهتر از بابای دانه در اونجا پیدا میکرد که نه اینکه یک مستفید 87 ساله رو که بابای دانه رو گرفتن این معلومات دریافت کنه که چند سال زندانش کردن، چی شد. ما اصلا دنبال این کارها نیستیم و این خودش یک دلیل بسیار هیچ گونه ارتباط بین ما و داخل بغیر از ارتباط‌های انسانی و خشت‌تباری وجود نداره. بسیار خوب. نظر شما با این ایده هایی که در همین اظهارات اومد چی است؟ میگه در این اظهارات اومد است که بابای دانه در قتل عام مردم ختلان دست داشته است در سالهای جنگ و قاضی نهضت بوده است که حکم قتل چندین نفر را داده است. نظرتون چی؟ خب بابای دانه اصلا بالاترین مقامش که در این سالهای اخیر گرفته بود در حزب نهضت رئیس کمیسیون تفتیشات در یک بخش ناحیوی بود. حتی در اداره‌های مرکزی حزب هم کار نمیکرد و اصلا بابای دانه را اگر همین پرونده جناییش نمیشد هیچ کس در تاجیکستان نمیشناخت. معمولا در تاجیکستان در سالهای جنگ بعد از جنگ شخصیت‌هایی که مؤثر بودند و گفت این وزارت کارهای داخله اگر قاضی اپوزیسیون می بود یا قاضی نهضت می بود یا یک شخصی مؤثر می بود که اون فتوا میداد، حکم صادر میکرد که یک کس کشته شود، مثلا خوجا کریم و مثل رضوان یا مثل قماندان های اپوزیسیا، اینا دیگر معروفن. اسم بابای دانه هیچ کس نمیشناخت. خودی من همچون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعد همین سالهای 2010 حتی در اول هم نمیشناختم. بعد از اون که با مردم بیشتر شناس شدیم و مهمانش بودیم چند مراتب، یک مستفید نورانی خوش اخلاق، همین گونه شناختیم و اینا همش تهمت است و این همه به خاطر آن کرده می شود که باز هم بیان از بابای دانه یک شخصیت منفی بتراشند چهرهش را و اون مهر و شفقت، همدلی و همدردی که امروز جامعه با بابای دانه نشان داده ایستاده است اون را کمتر کنند. یعنی به مردم بگویم که شما از کسی پشتیبانی کرده ایستاده، دلتون به نفر میسوزد که این در کشتن افراد دیگر دست داشت در سالهای جنگ، در صورتی که یک دلیل هم ندارند برای اصلا این اتهامات به شخصیت و به حیثیت بابای دانه هیچ نمیخورد و بار دیگر اثبات میکند که این حکومت امروزه در مسئله سیاه کردن رقیبانش از هیچ دروغه، از هیچ تهمت، از هیچ نامردی و پستی دست نمیکشد. در حزب نهضت چنین منصب قضاوت و قاضی و اینها بود؟ نه، هیچگاه در نهضت اسلامی تاجیکستان چنین مقام و جایگاه نیست و ما فقط کمیسیون تفتیشاتی داشتیم در مرکز و در ناحیه ها که این مثلا وظیفه کمیسیون تفتیشاتی چی بود؟ در آیین‌نامه حزب آشکار نوشته شده است مثل همه حزب‌های دیگر. حزب خلق دموکراتی هم کمیسیون تفتیشات دارد، در اونجا مشخص است. حزب کمونیست هم، حزب دموکرات هم، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم اون باید نگاه کند که مسئولان حزبی ناحیه آیا آیین‌نامه و قرارهای حزب در ناحیه را اجرا میکنن. مثلا وقتی که اعضا حقی جمع می شود اونا چگونه استفاده می شوند، طبق آیین‌نامه خرج می شوند یا نه. اتفاقا چرا بابای دانه و این کارهای خیریه و مردم با او اعتماد داشتن، هم او را یک انسان امین می دانستند و می آوردن با او مثلا عشر و زکات خود را می دادن که به نیازمندان خرج کند، برای آنکه وقتی که در کمیسیون تفتیشاتی ناحیه بود دقیقاً همین امانت نگهداری را رعایت میکرد. یعنی اعضا حقی مردم که جمع شد او نظارت میبرد و یک انسان واقعا هم صمیمی و امین بود. این اعتماد و باوری با بابای دانه هنوز از فعالیت‌های حزبیش پیدا شده بود و همین بود که جامعه با او باور میکرد. اون نفرایی که میشناختن بابای دانه را همچنین انسان امین و پاکیزه اعتراف داشتن و همین بود که میخواستن که کمک ها را به خویش و تبارشون از طریق بابای دانه برسه. شاید همین که اون منصب قضاوت و قاضی گفتن برای که رئیس تفتیشات کمیسیون تفتیشات بود. آیا کمیسیون تفتیشات حکم قتل و این چیزها یعنی کاری کمیسیون تفتیشات چی بود؟ نه، در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان من گفتم که کار کمیسیون تفتیشات طبق آیین‌نامه حزب است. در آیین‌نامه حزب همه چی نوشته شده است. اگر
در کمیسیون تفتیشات در صلاحیتش این گونه کارها میبود، وزارت عدلیه آیین‌نامه حزب نهضت را ثبت نمیکرد. وقتی که ثبت نام کرد معنی رو دارد که یگان دعوای نسبت صلاحیت و فعالیت‌های کمیسیون تفتیشات نداشت، مثلا دیگر نهادهای حزبی نبود. پس من گفتم پیشتر که صلاحیت کمیسیون تفتیشات حزب در ناحیه رودکی، در همه ناحیه‌های دیگر، این تفتیش کردن فعالیت کارمندان حتی رئیس بخش ناحیوی در مطابقت با آیین‌نامه حزب و قانون‌هایی که قبول شده است. این وظیفه هر کمیسیون تفتیشات است و در همه حزب‌ها همین است. امروز حزب نهضت اظهارات نشر کرد و در اونجا اومده است که این بابای دانه به کجای هجرت نکرده است و در سالهای جنگ در جنگ‌ها شرکت نکرده است. ولی چرا در همین اظهارات آمده است که در قدر مردم محلی ولایت ختلان یعنی همین ولایت مردم محلی ولایت ختلان به نظرتون این هدفمندانه است در همین اظهارات آمده است؟ ببینید الان حکومت تاجیکستان باز هم میخواهد که منطقه‌های کشور را مقابل هم بگذارد، چون تمام ریسورس‌های ایدئولوژیش تمام شد. دیگر اون افسانه‌هایی که پیشتر میگفت مردم رو فریب میداد به در نمیخورد. الان برگشته ایستادن به همون سالهای 90 با همون تفکر کوچکاوی، کلابی رو در مقابل دوشنبگی رو در مقابل خوجندی رو در مقابل بدخشانی و تا اینکه در این آب را لای کردن ماهی داشتن برایش آسان باشد. الان میخواهند باز مردم ختلان، یعنی مردم ختلان کی؟ بابای دانه ساکن شهر دوشنبه یا ناحیه رودکی. اگر بابای دانه کمترین مشارکت در جنگ شهروندی می داشت، دست می داشت در قتل کسی، در مبارزه، در یگان کار مصالحانه، اون مثل دیگران شاید اولین کسی می بود که هجرت میکرد و میرفت میپیوست به گروه های نظامی. چگونه یک انسانی که در داخل کشور در وقت جنگ شهروندی تا آخر میستد، معنی آن را دارد که این آدم باور دارد که نه تنها دست به کار زده است بلکه هیچ کس را متهم کرده نمیتواند. اگر بابای دانه همسایگان خود را ظلم میکرد، اگر یوان نفر را حکم قتل میداد، در کشتار کسی دست میداشت، در وقتی که همین فرانت خلقی دوشنبه رو گرفت، حکومت امروزه آمد به کشور، بابای دانه رو همه همسایگانی که اذیت شده بودن گویا از دست بابای دانه امکان میدادن که در اون وطنش زندگی کنند، در تاجیکستان اصلا زندگی کنند. یعنی این اتهامات، این دروغ ها اصلا منطق ندارد. نباید اصلا محمود جان من و شما بیاییم وقتی خودمون را به این اتهامات صرف کنیم و اینا را شرح بدیم که مثلا حالا حکومت چی گفت درباره بابای دانه، چی اتهام کرد. باید آشکار گفت که این سراپا دروغ است، این همه بی اساس است و مردم باید دنبال مبارزه خودشان باشد. مردم باید در فکر آزاد کردن بابای دانه و تمام زندانیای سیاسی باشد. ولی استاد اینا مردم وقتی که اینا را نشر میکنند بعضی مردم اینا قبول دارن، یعنی به حد مثلا همون قدر حکومت کار کرده است که و این اتهامات حتی اومده است در همین روزا چی در کار است که مسئله جنگ شهروندی رو باز بیاری بگوی که توسط حزب نهضت صورت گرفت، ولی اینها تاثیر دارن در مردم یا نه؟ نه من نمیگم که تاثیر ندارد. ما باید با مردم صحبت کنیم و مردم شرح بدیم. الان مثلا دوستان شروع کردن با برنامه‌های درباره تاریخ جنگ، درباره اون حادثه ها، درباره حقیقت ها، ما باید بگیم اینها را. اما این فرق میکند از آن که ما بیایم به هر یک دروغ و اتهامی بی اساس و افسانه حکومت واکنش نشان بدهیم و اونها را وقت جدا کنیم. نه، باید با یک کوتاه مختصر گفت که اینا دروغن و مردم هم بالاخره دیگر خودشون دیدن. اما در مسئله روشنگرایی این مسئله دیگر است. بله ما باید صحبت کنیم، با مردم صحبت کنیم، بفهمونیم که بابای دانه کی بود، بابای دانه کی هست، مثلا دیگر زندانیای سیاسی کیا هستن، اینا رو مردم شرح. درست، ولی مثلا فکرها بیشتر هم میگفتن حالا در همین اظهارات هم اومده است که همه در نزد قانون برابرند. درست است، موافق کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان هر یک شهروند نوبسته از جنسیت و همین بعد بلاغت رسیدن در نزد قانون برابر هستند و اینو ذکر. اگر وزارت کارهای داخله یا خود رحمانوف میخواهد اثبات کند که همه نوبسته از سن سال
از برآمد اجتماعی در نزد قانون برابرند، همین را میخواد در همین مثال یک پیرمرد 87 ساله تطبیق کند، اثبات کند؟ چرا همین را در مثال دختر خودش، داماد خودش، در خش و تبار خودش تطبیق نمیکند؟ اگر همه برابر باشند در نزد قانون، خب همون دزدی رو در خانواده خودش آشکار کند. اون شهباز بود که بود یک گمرک رو در جلسه در حضور همه 9 میلیون آدم گفت که دزدیده است، مالکیت رو دزدیدی، فلان جنایت کردی، همه رو در همونجا اعلام کرد. همون یک بدون دادگاه، بدون کدام قانون بود او رو عفو کرد، او رو بخشید، گفت که خب جوان هستی، خیلی تبار خودمون هستی. پس کلی برابری در نزد قانون. یعنی چرا رئیس جمهوری حق داشته است قانون رو به این شکل پامال کند، خودش رو هم در جای حکومت قانونگذار بماند، هم حکومت سودی بماند، هم حکومت اجرایی، همش در یک شخصیت. خودش خواهد زندانی میکند، خودش خواهد میبخشد، خودش خواهد تروریست اعلان میکند. خب رحمانوف بیاد این پرینسیپ رو اگر میخواهد اثبات کند که همه برابرند، در خودش تطبیق کند، در رفتار خودش تطبیق کند، در اطرافیان و خش تبار خودش تطبیق کند، نه اینکه بیاد در یک پیرمرد 87 ساله رو زندانی کند بعد بگوید که همه در نزد قانون نوابسته از سن سال برابر هستند. این یک خاک پاشیدن به چشم مردم و ملت است، چون مردم که دیده ایستادند که آیا در تاجیکستان واقعا همه در نزد قانون برابر هستند یا نیستند. بسیار خوب. بعضی برخی ها از شما و از حزب نظر، از پیمان در اون انتقاد میکنن، میگن که شما از این یک قضیه انسانی سوء استفاده میکنید. یعنی آیا چنین مواردی هست که مثلا از یک قضیه صرف انسانی مثل قضیه بابای دانه سوء استفاده صورت گرفته؟ اصلا همه گونه سوء استفاده بد است. چه از قضیه بابای دانه سوء استفاده می شود، چه از قضیه الان هم خود همین که یک گروه میآیند از بابای دانه دفاع میکنن، حالا بگذار با تأخیر هم باشه، همین رو باز مسئله در یک مسئله اخلاقی رو کنار گذاشته باز آمده تنقید کردن، این خودش یک نوعی سوء استفاده است. ببینید محمود جان، اونایی که ما را انتقاد میکنن و عادت کردن و این تبدیل شده است به یک مریضی، یعنی نهضت رو تنقید کردن، این الکه دیگر تبدیل شده است به یک مریضی. اون نفر یا اون نفرها هیچگاه در من و شما مثبت رو نمیبینن. یعنی امکان ندارد که در یک انسان، در یک گروه سراپا مثلا منفی باشد. حتی ما بعضا میگیم که همین رحمانوف که تمام جنایت ها رو کرده است، من در چندین صحبت ها گفتم که باز در یک جایی میتواند انسان مثبت هم باشد و اینا دیدیم، اینا گفتیم. مثلا در جایی بود که واقعا کارهای خوبی کرد همین آدم، اما وقتی در مجموع گپ میزنیم همچون اپوزیسیون و من موقعم رو آشکار اعلام میکنم که من اپوزیسیون این حکومت هستم، وظیفه من تنقید کردن است، وظیفه من تعریف کردن این حکومت نیست. برای تعریف کردن این حکومت آدمان مستقل وجود دارد و طرفدارانش وجود دارند. وقتی من خودم رو مخالف اعلام میکنم دیگر وظیفه من تنقید کردن اون است. اما یک گروه وقتی که میاد ما خودت رو و دیگران رو فقط تنقید میکنه، باید این آدم از خودش حداقل اون برچسب کارشناسی مستقل یا نمیدونم هر چیز دیگر رو بردارد، بگه که من مخالف فلانی هستم، وظیفه من تنقید کردن نهضت اسلامی تاجیکستان، تنقید کردن کبیری و دیگران هست. من نقش خود رو در همین میبینم، مسئله حل است دیگر. اما وقتی که یک آدم میاد نه در یک موقع خود رو بالا گروه ها یا بی‌طرف میبینه، بعد فقط کارش میبینه که هیچ پدیده مثبت در فعالیت تو نمیبیند یا دیدن نمیخواهد، و دیگر معلوم است که این دیگر یک موقعی دیگر الکی موقع معین هست، نباید به این مسئله زیاد اهمیت داد و چون اونا وظیفه‌شون میدونن که ما رو تنقید کنن. اما وظیفه ما چی هست؟ وظیفه ما عاقلانه رفتار کردن، وظیفه ما از روی منطق رفتار کردن. گاه میشود که شما بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنید. مثلا در همین قضیه بابای دانه ما در مقابل دو بد قرار گرفتیم. الان بیایم مثلا اگر بابای دانه رو همون شب و روز اعلان میکردیم، خش و تبارش میگفتن که شما مشوره ما رو وعده کرده بود حکومت،
شما نآمدید در اینجا گپی ما رو نگرفتید، سوء استفاده سیاسی کردید از این قضیه. یک پیرمرد که کار انسانی کرده بود شما تبدیلش دادید به یک قضیه حزب و پیمان و اپوزیسیا، سوء استفاده کردید. همین اتهام سوء استفاده کردن از قضیه بابای دانه در اون حالت هم بالای ما می آمد که الان هم آماده ایستاده است. پس ما باید در مسئله شرف الدین هم بود، در بسیار قضایی همین پیدا شدن. حالا فرق نداره، در همه حالات شما میتواند همین اتهام با شما در همه مرحله وارد شود. باز تکرار میکنم، اونی که در شما خوبی و بدی رو برابر میبیند اون دیگه تنقیدش هم قبول هست، تعریفش هم قبول هست، تحلیلش هم قبول هست. اما اونی که با یک کینه و مریضی همیشه در همه حالت در همه موضوع، فرق نداره اون موضوع چی هست، تلاش میکند، کوشش میکند یک نیش بزند و فقط منفی ببیند، دیگه من نظرم که نباید زیاد توجه کرد، اهمیت داد و مردم هم بالاخره میشناسن. مردم هم در همین گونه حالت ها هرچند آدم خودش رو چقدر تلاش نکند اون غرض و کینه‌اش رو پنهان هم نکند، بالاخره مردم دیگر آدم شناس شدن، موقع شناس شدن و خودشون بها میدن و میدونن که کی سوء استفاده کرده ایستاده است و کی واقعا هم میآید برای راه حل تلاش کرده ایستاده است. بابای دانه 20 اوگوست 2020 بازداشت شد. طبق اظهاراتی که شد در خانهش بازداشت شد و بعد این خاموشی رفت تا اینکه این مسئله پیدا شد و بعد وقتی که در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد همین موضوع، فبریکه جواب، نه همش ولی بعضیش دیگر شروع کردن به هجوم. یعنی تقریبا موقع حکومت رو فبریکه جواب گرفت. چرا در حالی که حکومت چندین مثلا سخنگوها دارد، چندین نهادها دارد، هزارها کارمند دارد، اونها نه وزارت داخله، نه وزارت عدلیه، نه مثلا دیگری که زندان اینها یا دادگاه اینها جواب نمیدهند، فبریکه جواب هست که به جای اینها جواب میدهند، فیک‌ها هستند که به اینها جواب میدهند. چرا چنین شده است؟ یعنی یک حکومت خود را چنان قوی میداند ولی باز میاد در پشت فیک‌ها قرار میگیرد. برای آن فبریکه جواب میگیرد که او را نامش رو فبریکه جواب گذاشتن مردم. اتفاقا این نام ها اصطلاح‌های نیست که اون در یک جای خالی با وجود آمده باشد. وقتی که مردم یک اصطلاح رو خودشون میبرارن و اون جا میافتد، مثل فبریکه جواب میگن، یا بعدا وقتی که از حد زیاد اونها آمدن به مسئله های بسیار پس دست دادن، حتی فرم جواب هم به اونها نام پیدا کرد و بعدا آمدن فیلیال های خود رو در اروپا هم باز کردن و اینا هم فعالیت رو شروع کردن. و این بیانگر آن است که حکومت میخواد اون قسمت دروغ ها و گپ هایی که یک انسان محترم نمیزند یا یک نهاد محترم نمیزند بر دوش یک ایده افراد دیگر بار کند و اصلا ما نباید دیگر اینجا جدا کنیم اینها رو از حکومت. من شخصا نظرم این است که اینا هم جزئی همون بدنه ساختار قدرتی هستند. والا فرق نمیکند اون نماینده فبریکه جواب در دوشنبه نشسته است، در روسیه هست، در اروپا میشیند، بالاخره او یا ارتباط مالی دارد و ازش معاش و حقوق هم میگیرن، یا ارتباط معنوی دارد، یا ارتباط یک داد و گرفت دارن و یک عمومیت بین اونا هست. شما فکر نکنید که اون فبریکه جواب، اون نفرانی که در پس کامپیوتر میشینن کار میکنن، اونا اونقدر عاشق حکومت هستند، اونقدر طرفدارهای سرسپرده رحمانوف هستند. اونا میدونن که رحمانوف کی هست، اونا میدونن از این دزدی‌ها خبر دارن، اونا هم از این جنایت‌ها خبر دارن. اما سوال این است که چرا با وجود این همه دانستن‌ها بیان در پس کامپیوتر میشینن و این کارها رو انجام میدن؟ پس اون کارمند هست. حالا میتونه کارمند دائمی باشد، کارمند قراردادی باشد، یا با یک شکل با یک توافق وارد این کار شده است. بنابراین ما نگوییم که چرا حکومت میاد در پس فبریکه جواب پنهان میشود. این هم یک جزئی از فعالیت‌های حکومت است که به این شکل میخواد تمام این افلاسی هایی را که انجام میدهد بر دوش یک گروهی گویا نامیان بزنه. بعد خیلی عجیب هم این است که وقتی که خودشون این نهادها را درست میکنن برای هجوم بالای دیگران،
فکرشون این است که اپوزیسیون هم یک چنین یک فابریکه جواب دارد. منم همین بود که شما آیا دارید برای که بسیار من بارها گفتم که مخالفین اصولا از روی اعتقاد و از روی جهانبینی من مخالف این کار هستم. حتی همین پیشنهاد شد، حالا صحبتی من رو که بعضی از برادران خودمان میشنون همین پیشنهاد رو کردن، حتی بعضا باعثی گپ‌های سخت شد چرا حکومت این کار رو میکند، فابریکه جواب دارد. ما هم یک گروه رو آماده که گفتم که اگر ما همه کارهای حکومت رو تکرار میکردیم پس فرق بین ما و اونها نمیموند. ما دو گروه داریم، یک گروهی که واقعا با نام خود مبارزه میبرند، آشکارن، مینویسند، اما یک گروه دیگر احساس میشد که نام مستعار است، طرفدار اپوزیسیون است. بعضا متاسفانه، نه تنها بعضا، گاهی خیلی خیلی از دایره آداب بیرون مینویسند، یعنی منظورم طرفداران اپوزیسیون است، خیلی بیهوده مینویسند، خیلی احساساتی مینویسند. اما اینا کسانی هستن که نه اینکه کدام فابریکه جواب هست که مثلا گفته باشن که شما فیک کنید و نامای مستعار، نه، اینا کسانی هست که واقعا میترسن از آشکار شدنشون. در کجا هستن؟ معلوم نیست که در کجا هم. میتونه در اروپا باشد، در داخل کشور باشد. وقتی یک آدم میاد با نام فیکی فعالیت میکنه دو علت داره، یا این آدم میترسد از آشکار شدنش، از زندان. مثلا اگر طرفدار اپوزیسیون باشد خش و تبارش در داخل کشور است، مثلا خودش میخواهد رفت و آمد کند با داخل کشور، در روسیه است مثلا میخواهد برود بیاد، اون نمیتواند با نام آشکار خودش ضد حکومت چیز بنویسد یا طرفداری اپوزیسیون کند، یک نام فیکی مستعار میگذارد و فعالیتش را دوام میدهد. گاه وقت تون میگد، گاه وقت مثلا کارهای واقعا هم احساساتی میکند، چون طرفدار اپوزیسیون است. حکومت و حکومتداران طرفدار حکومت میگن که این جزئی همون فابریکه جوابی اپوزیسیون است. حالا که من مطمئنم اگر همین آدم از زندانی شدن نمیترسید میآمد همین حرفاش رو با نام و فامیل خودش میگفت. ما داریم در اپوزیسیون بعضی نفرانی که همون گپای دغل خودشون رو، گپایی که بعضن از چارچوب بیرون میبرد ولی طرفدار اپوزیسیون است، با نام و نسب خودش میکنن. برای چی؟ برای اینکه خودش در بیرون است، خش و تبارش دیگر در داخل یا نیست، یا دیگر اصلا پروا نداره که خش و تبارش زندانی میشد یا نه، با نام و نسب خودش مینویسد. اما سوال اینجا است که اگر اپوزیسیون از زندان میترسد، از مشکلات مالی میترسد، از خش و تبارش میترسد، با نام فیکی یا نام مستعار فعالیت میکند، طرفداران حکومت از چی میترسن که با نام فیکی میان فعالیت میکنن؟ یا هم فابریکه جواب یا هر کسی که حالا با نام فیکی است، مستعار است، از حکومت دفاع میکنه، اونا از چی میترسن؟ سوال اساسی اینجا است که خودت حکومت داری، از زندان‌ها در اختیار شما، قانون و سود و محکمه و دادگاه همه در اختیار شما، پس از چی میترسی ای طرفداری حکومت رحمانوف که با نام مستعار در دوشنبه نشسته یا در اروپا نشسته یا در روسیه نشسته ضد اپوزیسیون فعالیت میبری؟ پس معلوم میشود که از دروغ خودت میترسی، میدونی که این حرفت دروغ است، یا از آیندهت میترسی که باور نداره که همین حکومت طولانی میشیند و فردا این حکومت دیگر میآید، مرا برای این فعالیت‌های ضد ملی، ضد مردمی هم، ضد دینی هم جزا خواهند داد. میتواند یک عامل سوم هم باشد که نه از یک نفر بسیار به حکومت باور دارد، به قدرت حکومت که به گفت خودشان چرخ فلک رو هم چی کردن، یعنی کفشیر کردن، سوارکه کردن و از هیچ کس نمیترسد، اما از زن و فرزندش شرم می‌دارد، از همسایه‌اش شرم می‌دارد. چرا؟ در چهرهشون، بعضی در زندگی شخصیشون، در همسایه‌ها یک آدمان بسیار هم با ادب سحر میپوشد، لباسش رو جای کار میرد، دیگه میاد همسایه زن و فرزند رو هم خیلی میشناسن، اما در اصل او یک کارمند خدمات است، یک کارمندی هست که در پس کامپیوتر حرفای بسیار ناسزا و دغل و حقارت مینویسد. او نمیخواد که حتی زن و فرزندش، همسایه‌هاش از این فعالیت او آگاه باشند. این احتمال هم هست. در هر صورت محمود جان، در هر صورت چه عامل ترس از شکستن حکومت باشد، چه عامل از دروغ ها باشد، از ترس از دروغ یا از همسایگان خش و تبار باشد،
در هر سه حالت معنی اون را دارد که آدم ها این فیک های طرفدار حکومت خودشون میدونن که کار غلط کرده ایستادن، کاری نادرست کرده ایستادن و به همین خاطر پنهان میکنن خودشون را. اما یک طرفدار اپوزیسیا که دیگر مجبور است بعضیش خودش رو پنهان کند. اما یک پیام دیگر، حالا در بحث همین فیک ها رفت و فابریکه جواب، من کار دیگر سوال منم همین بود استاد که آیا پیمان نهضت پیام های میداد که در همین باری شده است که این مسئله مطرح شود، آدمای خودسرانه فیک هایی که به اپوزیسیا نزدیکن یا همینا مثال گپای سخت و درشت گفتن برای رعایت کردن مثلا اخلاق و همین چیزا پیام ها و خطاب ها شده است؟ خب جدا از اون پیام ها پیام بدین. ببینید جدا از اون پیام ها، جدا از اون صحبت هایی که من بارها کردم در رسانه ها، موقع خودم رو، موقع پیمان رو گفتم، موقع نهضت رو گفتم. خب خود شما هم محمود جان در جلسه های داخلی چند مراتبه شد مسئله رو جدی می‌بینیم، حتی بعضی برادران رو ناراحت کردیم که به مسائل شخصی نرسید و مسائل خانوادگی زن و بچه مردم نرسید، حتی اگر دشمن اشدی هم باشد. نه دین اجازت میدهد، نه فرهنگ تاجیکی اجازت میدهد، نه اخلاق بشری اجازت میدهد. حتی اون مثالهایی که می آوردن برادرها در جلسه ها که رحمان این کارها را کرده ایستاد است، امنیت این کار را میکند، رمضان رحیمزاده این کارها را کرده ایستاد است، ضد ملت، ضد ماها، چرا با ما اجازت نمیدید که حداقل 50% این کارها را کنیم؟ ما میگفتیم که حتی 1% هم ما اجازت نداریم، 1% هم. و حالا هم پیام ما، صحبت من به همه برادران، کسانی هم که ما را میشنوند و یک ذره هم اگر به حرف ما احترام داشته باشند، خواهش میکنیم که از این گونه رفتارها، قبیح صحبت کردن نسبت هر کسی باشد، تحقیر کردن، به شخصیت رسیدن خودداری کنند. حتی بعضی حالتهای میشود که بعضی نفرها متاسفانه بعضی نفرها میوین خودشون پرووکاسیون میکنن و میدونن که همین حرفی که من میگم حتما اون طرف جواب مینویسد. اگر یک نفرش خاموش ایستاد، یک نفر دیگر طرفدار یک نفر، اعضای خانواده، اعضای حزب یک جواب میگه، اون طرف منتظر همین است که یکی از ما جواب بگویم و هیچ وقت فکر نمیکنه، خودش رو متهم نمیدوند که اول من شروع کردم، من به احساسات اون نفر دست دادم، من پیچینگ زدم، کنایه کردم، مسخره کردم، اون طرف مجبور شد جواب گیرد. بله این اساسا طرفداران ما، پیروان ما یک مقدار مردمی ساده، صمیمی و خیلی هم احساساتی هم، متاسفانه. اون طرف دیگر خیلی مکارانه و خیلی با استفاده بعضی کلمه ها و روش های میکنه که بعد فرار کرده میتواند. میگه خب ما یک انتقاد کردم، یک اشاره کردم، یک فلان کردم، یعنی ولی اون میدوند که اینجا احساسات رو برمیانگیزد و هدفش هم همین است. من بارها گفتم به برادران و خواهران که خیلی با احتیاط رفتار کنن، اصلا نادیده بگیرن، چون اینا منتظر همین حالت ها هستن که بعد بیان طرفداران پیمان ملی نهضت رو همچون آدمان خشین، آدمان احساساتی معرفی کنن. یک گروه مخصوص نشستن به همین مشغولن. بعضی دوستان ما میان میگن که اینا دیگر اسلوب رو نمیفهمن، با همون اسلوب خودشون باید جواب گفت و عملی به مثل، اگر که اون تحقیر کرد ما باید تحقیر کنیم، اگر اون کنایه کرد ما باید با کنایه و با مسخره جواب بدیم. من میگم نه، برای اونها بعضا در فرهنگ سیاسی اونها تمام وسایل جایز است. اونها که خودشون رو طرفدار یا شاگردان فکری ماکیاولی میدونن که تهمت است به ماکیاولی. ماکیاولی هیچ وقت این گونه احمقی رو اجازت نمیداد، اما برای خودشون جایز میدونن. ما که نباید این کار رو تکرار کنیم. بنابر همین من با کمال مسئولیت میگم که ما نه فابریکه جواب داریم، نه قبول داریم این گونه رفتارها را، بلکه همیشه طرفدار جواب مناسب، با ادبانه و با دلیل و منطق بدیم. البته من این رو هم بگم محمود جان که برادران و خواهران نباید گر خاموش بنشینند. هر کسی در هر کجای اگر سنگ زد، تحقیر کرد، تهمت کرد، باید جواب بگن، اما جواب باید با دلیل باشد، منطقی باشد، حداقل در برابر همون شکل و اسلوب آنها باشد، به هیچ وجه از اونها سخت‌تر، تندتر و احساسات‌تر جواب نگیرد. سلامت باشین.
سوال اخیری من همین است، بخشش که اینقدر طول کشید. اخیرا سوال من این است که به نظرتون چی باید کرد که این قضیه بابای دانه و یک قضیه ملی تبدیل بیاید، مثل قضیه حمزه و دیگرها؟ چی باید کرد؟ اولش اینکه قضیه بابای دانه قضیه ملی هست و الکی قضیه ملی شده است. درست است که حکومت تلاش کرده ایستاده است و بعضی از کسانی که حالا خود را مستقل میگن ولی در همون خط حکومت هستند تلاش دارند که از جایگاه این قضیه یک کمی بکاهانند و این را نشان بدن که نه، این قضیه اون طوری نیست که اپوزیسیا گفته ایستاده است. در اینجا کارهای هست، چیزایی هست که اپوزیسیا پنهان می‌دارد، مثل همین تا اینکه در بدن ملت شک با وجود بیارن. اما این قضیه ملی هست. من فقط اون چیزی رو که لازم می‌دونم در آینده باید که مردم ادامه بدهند، همین استواری و پیگیرانه عمل کردن. اپوزیسیا تمام نهادهایی که از لحاظ ساختاری حرف ما را میشنوند باید کار خود را در سمت حقوق بشر و رسانه‌ای قوی‌تر کنند و ما واقعا هم جامعه جهانی را اثبات کنیم که به این قناعت برسانیم که حکومت تاجیکستان نه تنها در فکر اجرا کردن قرارهای سازمان ملل نیست، نه تنها در فکر آزاد کردن زندانی‌های سیاسی نیست، بلکه شماره زندانی‌های سیاسی را بیشتر کردن می‌خواهد، مردم را بیشتر ترسوندن می‌خواهد. وقتی که دیدن که فعالان از جوانمردها، از کسانی که واقعا چهره سیاسی دارند در کشور تمام شد، یا اونایی که در خارجن دیگر نمیتواند بکشد و بدزدد و فریب کند تاجیکستان بیارد، دست زدن به پیرمردها، به زن و بچه، به آدمانی که اصلا از خودشون دیگر دفاع کردن نمیتوانند. و باید طبیعت این حکومت را، حیثیت این حکومت را به جامعه چه در داخل چه در خارج نشان داد. اما مردم، کسانی که عضو یگان حزب و حرکت نیستند، اینها باید این را یک قضیه انسانی بدانند و من خواهش میکنم از همه مردم، بخصوص کسانی که در خارج هستند، بابای دانه را همچون بابای خود بدانند، خودشان را همچون فرزند بابای دانه بدانند. من بارها این حرف رو شنیدم از دیگرانم، مهاجرین نوارها نشر میکنن، من تماشا کردم، واقعا صمیمانه آماده هستند که از بابای دانه دفاع کنند و من خواهش میکنم که این کار خود را ادامه بدهند. و اما از کسانی که حالا یک موقع گرفتن که گویا دلشون با بابای دانه میسوزد و اما در اینجا یک مشکلی را از اپوزیسیا میبینن و یا دعوای دارن، من خواهش میکنم شما در آینده هم فرصت دارید که اپوزیسیا را بزنید، تنقید کنید و ما هم ملک نیستیم، حالا برای شما دلیل و بهانه زیاد خواهیم داد. اما در همین قضیه بابای دانه بیاید در اینجا مسئله را از بعد انسانیش رفتار کنید، بیاید حتی اعلام کنید، بگید که ما حالا در همین مسئله با مشکلیمون با فلانی، با اپوزیسیا باقی میماند، اما در همین قضیه بابای دانه باید تمام کارها را کنیم که بابای دانه و مثل بابای دانه آزاد شوند. در این مسئله اگر بیایم، شاید بعضیا بگن که ما همکاری نمیکنیم، در همین مسئله بیان که اگر نظری دارن، ایده دارن که چی کار کنیم بابای دانه از زندان آزاد شود، بیان با ما مطرح کنن، ما در خدمتشون هستیم. بابای دانه رو از زندان آزاد کنیم و انشاءالله من باور دارم که اگر ملت یک دسته باشد، حتما رحمانوف شکست خواهد خورد. حتما، در این شک نیست. رحمانوف همونطوری که در قضیه حمزه شکست خورد، از کبیری نترسید، از حمزه نترسید، از ملت ترسید، از مردم ترسید. در دیگر قضیه هم همین خیلی. در قضیه بابای دانه هم انشاءالله شکست خواهد خورد. من خواهش میکنم از همه کسانی هم که میگن که ما سوء استفاده کردیم، از همین روز به بعد نه ما نه دیگران، هیچ کس این قضیه رو همچنین یک وسیله سیاسی استفاده نبریم، همچنین قضیه انسانی تمام نیروی خود را برای آزاد کردن بابای دانه سفرور کنیم. انشاءالله من باور دارم که او با زودی آزاد خواهد شد. سلامت باشین استاد. این بود صحبت ما با استاد محیدین کبیری، رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رهبر همزمان رهبر پیمان ملی تاجیکستان. استاد از برای وقت دادن و شرکت کردن در برنامه ما تشکر میکنیم از شما، همچنین از تمام بینندگان و هموطنانی که وقت خود را صرف کردن و با ما بودن تشکر میکنیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ. خدا نگهدارتان باشد.